بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. سلام عرض میکنم خدمت همه خانواده بزرگ رازک و همه سهامداران این مجموعه بزرگ. اجازه میخوام مقدمتاً عرض تبریک داشته باشم به مناسبت سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان. بهانه است تا گزارشی عرض بکنم از اهم اقداماتی که در سال گذشته انجام شد با توجه به اینکه مجموعه ما یک مجموعه بورسی است. سهامداران عمده ما از کلیت فرایندهای سال گذشته مطلع هستند. مخاطب امروز صحبت و گفتگوی من سهامداران خرد ماست. حتی اون سهامدار عزیزی که 500 سهم از این مجموعه رو در اختیار داره. روزهایی که ما به این مجموعه اومدیم روزهای خاصی بود. شرایط ویژه‌ای بود. مشکلات نقدینگی بر کل صنعت حاکم بود. اما در مجموعه رازک شرایط قدری متفاوت‌تر از کلان صنعت بود. به گوشه‌ای از موضوعات و مسائلی که در بدو حضورم در این مجموعه بود برای شما سهامدار عزیز خرد اشاره خواهم کرد. با توجه به اینکه حجم بالایی از محصولات ما محصولات دامی بود و حدود 40% بودجه ما رو به خودش تخصیص داده بود، این تولید انجام نشده بود. در حوزه انسانی هم بیش از 60% همون 60% بودجه انسانی فقط به یک محصول و تولید محصول نوزارتان اختصاص داده شده بود. نتیجه این که در پخش ها انباشت بالای 50% از یک محصول اتفاق افتاده بود. رازک رو فقط به تولید نوزارتان می شناختند و این بهانه‌ای بود برای پخش های حتی همگروهی که البته خواستگاهش و منطقش عدم توجه به نیاز بازار بود و این حق رو هم باید بعضاً به پخش ها می دادیم که فروش محصولات ما رو به سختی انجام می دادند. وقتی در بازار این حجم تقاضا نباشد، خب شرایط به سمت فروش با تخفیفات غیر متعارف پیش میره. اتفاقی که افتاد، مقاومت من در مقابل فروش محصولات با تخفیفات غیر متعارف بود. وقتی که محصولت رو با تخفیفات بالا نفروشی، مشکلات نقدینگی خواهی داشت. دوره وصولت افزایش پیدا خواهد کرد. چاره ای نبود. مجبور بودم محصولاتم رو تولید بکنم و ماده اولیه تامین بشه. به سراغ خرید اعتباری مواد اولیه محصولات رفتم. البته توجه به این نکته هم حائز اهمیته که زمانی که من به این مجموعه آمدم، این مجموعه کارت بازرگانی نداشت، هیئت مدیره نداشت و بنده هم حق امضا نداشتم. با این شرایط شجاعانه به سمت تأمین مواد اولیه اعتباری رفتیم. اعتبار این مجموعه بزرگ با توجه به اینکه در حوزه کیفیت محصولات هیچ مشکلی نداشت و هیچ گزارش منفی رو نداشتیم و همیشه رازک رو چه در حوزه محصولات دامی و چه در حوزه محصولات انسانی پیشرو در حوزه کیفیت داشتیم، اما عدم پرداخت به موقع بدهی‌ها به مؤسسات پولی و مالی، به بانک‌ها و همینطور به تامین کنندگان داخل گروه و خارج از گروه بخشی از اعتبار ما رو دستخوش آسیب قرار داده بود. به سراغ اونها رفتم، با تک تک اونها صحبت کردم، از اونها وقت گرفتم، بدهی‌ها رو تقسیط کردیم و بر اساس میزان ورودی سرمایه به شرکت این بدهی‌ها پرداخت. نکته قابل توجه تر این که بخش عمده‌ای از نقدینگی که وارد شرکت شد باید به بدهی‌های قبل از حضور بنده، چه بدهی‌های اقساط معوق بانکی و چه تامین کنندگان، باید اختصاص پیدا می‌کرد. ما چیزی حدود 50 میلیارد تومان مالیات معوق داشتیم در این مجموعه که اعمال نشده بود. حدود 280 میلیارد تومان
تخفیفات اعمال نشده در حوزه دامی و انسانی بود، مشکلات پرداخت کارگری، مشکلات اقساط معوق که عدد بزرگی بود، چک‌های پشت باجه و هزار و یک چالش دیگر در شرایط عدم مدیریت درست نقدینگی باعث شده بود که ما رو با یک چالش بزرگ در حوزه تامین مواد اولیه مواجه بکنه. تنها مسیری که برای من باقی مونده بود تأمین مواد اولیه به شکل اعتباری بود. یک نکته مهمی که باید خدمت شما عرض بکنم، سوختن بیش از 6 میلیون دلار در 6 ماهه اول امسال بود. بعضی از ارزهای ما برای بار پنجم و ششم سوخت و سازمان غذا و دارو دیگه این اعتماد رو به ما نمی‌کرد. این اعتماد برگردونده شده و ما داریم ارزهامون رو خریداری میکنیم. بخش زیادی از ارزهامون رو خریداری کردیم و انبارهامون رو داریم از مواد اولیه بدون اوورپرایس و با قیمت مناسب و حداقل قیمت و حد اکثر کیفیت خریداری میکنیم. امروز که خدمت شما هستم در 8 ماه گذشته 5,700,000 یورو ذخیره کردیم. به چه شکل؟ همون محصول با همون سورس اما به نصف قیمت خریداری شد. سهامدار عزیز من، چطور می شود که یک محصول رو 1 کیلو 1395 160 170 یورو خریداری کردند، اما امروز در 1403 ما همون محصول رو از همون سورس با همون کیفیت داریم 60 یورو خریداری میکنیم. این نکته بسیار مهمی است. بسیاری از منابع در شرکت مدیریت شده، بسیاری از موارد صرفه‌جویی شده. البته که این صرفه‌جویی در جهت تأمین منابع برای پرداخت سود سهام و برای کمک به کارگران عزیز خواهد. امروز که من خدمت شما هستم، ما میدونیم کجا هستیم، میدونیم چه مشکلاتی داریم و این مشکلات کاملا احساس شده و با شجاعت و یک تیم جوان مدیریتی به سمتش یورش بردیم و اونها را حل خواهیم کرد و در کنار این تجربه نیروهای متخصص با سابقه رازک، انرژی جوانی بر همه این مشکلات فائق خواهد شد. امید خواهم داد که سال آینده انشاءالله سال خوبی است. با توجه به اینکه امسال مبلغی رو به عنوان سود سهام شناسایی کرده بودند که البته اگر بنا بود گزاره‌هایی اعمال بشه سود به این کیفیت نبود، اما به هر حال سود شناسایی و اعلام شد و پرداخت 90-95% رو در مجمع موکول کرده بودند به تامین اون از بازار سرمایه. تمام مسیرها رو برای تامین اون ما رفتیم، از انتشار اوراق تا افزایش سرمایه و مسیرهای دیگه و تامین تسهیلات. با توجه به شرایط وحشتناک نقدینگی و مشکلات عدیده بانک‌ها در تامین نقدینگی، ما نتونستیم اونطوری که باید شاید اخذ تسهیلات بکنیم. البته که عدد جذب شده تسهیلات ما عدد معقول و مناسبی است، اما بنا داریم ان شاءالله سال آینده با شدت بیشتر، با تلاش بیشتر تسهیلات رو اخذ بکنیم، مواد اولیه‌مون رو تامین بکنیم و ان شاءالله با راه انداختن خطوط تولید دامی و با همکاری مجموعه محترم شرکت توزیع دامی داروپخش، فروشمون در حوزه دامی که مارجین و حاشیه سود بسیار خوب و مطلوبی داره، این رو محقق بکنیم. موجودی ما در پخش‌ها در محصول لوزارتان به سمتی ما رو برده بود که پخش‌ها به ما اعلام می‌کردن که باید حتماً با تخفیفات غیر متعارف و یک به یک بفروشیم، اما در مقابل این موضوع مقاومت کردیم و به شکل اعتباری تامین منابع کردیم. بخشی از نقدینگی وصول شده از پخش‌ها که عدد قابل توجهی از منابع جذب شده ما رو به خودش اختصاص میده، به سمت پرداخت بدهی‌های معوق اقساط بانکی که قبل از حضور این جانب تسهیلاتش اخذ شده بود رفت و من چاره‌ای نداشتم برای جلوگیری از قفل شدن حساب‌ها و بسته شدن حساب‌ها و برای نیاز پرداخته به تامین کننده حتما این رو در واقع مد نظرم قرار بدم. و نکته مهمتر این که در سال گذشته تمام تلاش ما برای همراه کردن کارگران بود، برای دلجویی از کارگران بود، کارگرانی که حتی یک روز جای اونها بودن و به جای اونها کار کردن صبر و تحملی میخواد که حتما از آستانه تحمل شخص من
بالاتر هست. بدون هیچ گونه چشم داشت و با سختی و مرارت در حال تولید هستند و ما سال آینده رو با این شعار مدیرعامل محترم شصتا شروع خواهیم کرد که ما کارگران هستیم. هر که با ماست کارگر است و هر که بر ماست با کارگر زاویه جدی خواهد داشت و با ما هم نخواهد بود. سال آینده رازک سهامداران و رازک کارگران خواهد.